اگه میخوای برای شب یلدا ژله هندونه‌ای درست کنی که نه لایه‌هاش از هم جدا بشه و نه رنگا با هم قاطی بشن، بیا تا تمام نکاتش رو بهت بگم. اول از همه بگم که بهترین قالب برای ژله قالب پلاستیکیه که قیمتی هم نداره، پس اگه نداری حتما یه دونه بخر. به هر بسته ژله 1 لیوان آب جوش اضافه کرده ترکیب میکنیم، میذاریم روی بخار کتری و مخلوط میکنیم تا شفاف بشه. میذاریمشون کنار تا کامل خنک بشن و به دمای محیط برسن. حالا به هر کدوم 3/4 لیوان شیر همدمای محیط اضافه میکنیم. نکته دیگه این که شیر باید همدمای ژله باشه. تمام قسمت‌های قالب رو با روغن خوب چرب میکنیم. ابتدا ژله قرمز رو میریزیم و 20 دقیقه میذاریم یخچال تا نیم بند بشه. بعد لایه دوم و دوباره 20 دقیقه میره یخچال. بعد از لایه سوم 2-3 ساعت میره داخل یخچال تا خوب سفت بشه. قالب من چون کوچیک بود نتونستم همه ژله سبز رو بهش اضافه کنم. برای جدا کردن ژله ابتدا از سمت دیوارها به مرکز بکشین و روی ظرفی که کفش مرطوب باشه خیلی راحت برگردونین. و در نهایت با این شکلات چیپسی‌های اشکی تزیینش کردم.